شروع کنیم اصلا داستان تک ویزای ترکیه چیه؟ امروز درباره چیا صحبت میکنیم؟ اینکه کلا برنامه تک ویزای ترکیه چیه؟ اصلا چرا باید ترکیه رو انتخاب کنید برای اینکه استارتاپ خودتون رو شروع کنید اینجا؟ بعدش در مورد این سوال میکنیم که چه کسانی واجد شرایط هستن برای این برنامه، چه حوزه هایی برای این برنامه مناسبن. در مورد پروسش یه مقدار صحبت میکنیم که چه پروسه‌ای رو باید برای گرفتن این برنامه طی کنیم. بعد از اون یه مقایسه خیلی ساده‌ای داریم با استارتاپ ویزاهای دیگه، کشورهای دیگه، حالا چه از نظر هزینه، چه از نظر زمان و موارد دیگه. اینکه از چه جاهایی میتونید جذب سرمایه دولتی یا خصوصی بکنید و یک سری دلایل ریجکتی که به اونا اشاره میکنیم. برنامه تک ویزا کلا یعنی نکته که من به بالا نگاه میکنم به خاطر اینکه مانیتورم بالاست، دارم اسلایدها رو از اونجا میبینم. برنامه تک ویزا اصلا چه مزایایی داره؟ یکی از بهترین مزایاش اینه که شما اقامت کاری 3 ساله میگیرین، خانواده‌تون رو میتونید همراه خودتون میرید، خانواده میشه همسر و فرزندان زیر 18 سال. خب این خیلی برنامه خوبیه. البته اقامت خانواده دیگه دقیقا همون اقامت خانواده میشه، یعنی شما وقتی ویزای کاریتون رو میگیرید، خانواده هم اقامت خانواده دریافت میکنن به همون اندازه‌ای که شما اقامت کاری میگیرید. مزایایی که داره اینه که شما اگر شرکتتون رو توی تکنوپارک ها ثبت کنید، خب معافیت مالیاتی دارن، تخفیف بیمه دارن. معمولا تخفیف بیمهش تا 60% تخفیف دارن. بیمه همونطور که میدونید در حال حاضر 12,000 لیر شما ماهیانه باید بیمه پرداخت کنید، چون اگر وقتی کارفرما هستین بیمه باکور حساب میشه و شما این مبلغ رو هر ماه باید پرداخت کنید. حالا چند ماه هم پرداخت نکنید مشکل پیش نمیاد، حتی بعضی جاها هم قسطیش میتونید بکنید، ولی در کل میخوام بگم وقتی تو تکنوپارک باشین 60% این داستان تخفیف داره. برات معاف مالیاتی هم معاف بر درآمد داریم. و یه نکته‌ای که هست در مورد تکنوپارک ها بگم، هر تکنوپارک قوانینش با تکنوپارک دیگه فرق میکنه. اگر شنیدین که نمیدونم همه تکنوپارک ها رایگانن، این یه دروغی تبلیغاتی بیش نیست. وقتی شما یه تکنوپارک میخواین شرکتتون رو ثبت کنید، هر تکنوپارک دوباره پرونده شما رو ارزیابی میکنه. جدا از اینکه تک ویزا ارزیابی کرده، یک بارم تکنوپارک بررسی میکنه. برای مثال من پرونده خودم رو وقتی میخواستم با تکنوپارک ییلدیز شروع کنم به کار کردن، به من گفتن که 2 هفته اصلا زمان میبره، ما خودمون ممکن اصلا ما پرونده رو رد کنیم. یعنی اینجوری نیست که هر تکنوپارکی که انتخاب کردین پروژه شما رو تایید کنه و برای همین باید از قبل آماده باشین برای این موضوع. یه نکته دیگه، هر تکنوپارک هم یه ظرفیت رایگان داره، یه ظرفیت پولی داره. ظرفیت رایگانش اون محیط‌های اشتراکیه. وقتی به شما میگن استقرارتون رایگانه، منظور اون محیط‌های اشتراکیه. اگر بخواید دفتر جداگانه بگید، اگر اون تکنوپارک دفتر جداگانه داشته باشه، بله میتونید مثلا همین ییلدیز که برای شما گفتم پارسال اوایل 2025 به من میگفتش که به ازای هر نفر 8,000 لیر ماهیانه باید هزینه استقرار بدید. خب اینم باید در نظر داشته باشید، هر تکنوپارکی رایگان نیست. پس گول تبلیغات پیجایی که حالا تو این حوزه دارن کار میکنن رو نخورید. یه مزیت دیگه که داره، دسترسی به بازارهای اروپا، خاورمیانه، آسیای مرکزی. یعنی موقعیت استراتژیک ترکیه اینجوریه که شما خیلی دسترسی خوبی به کشورهای دیگه دارین. حالا مثلا چه می‌دونم اگر مقایسهش کنیم با کانادا، نمیگم کانادا بده، ولی خب اینکه شما به صورت فیزیکی بخواید مثلا یه کسایی باشن که محصولاتشون فیزیکی باشه، اصلا خیلی سخت میشه، شیپینگش خیلی سخت میشه. برای مثال یک لحظه یک نفر میخواد جوین بشه، من ایشون رو اد کنم. آقای اعظم‌خان اگر بی زحمت کسی خواست جوین بشه شما زحمتش رو بکشین. برنامه سرمایه گذاری
تو ترکیه هم دولتی هست هم خصوصی هست. حالا جلوتر اسلاید داریم براش، لیستش رو براتون آماده کردیم، میتونید اسکرین شات بگیرید از اون لیست و اگر خواستید بعدا مکاتبه کنید باشون. هزینه پروسه برنامه تکویزا، خب اینم یکی از دیگه آپشن‌های خوب این برنامه. شما برای مثال بخواید اروپا اقدام کنید یا کانادا اقدام کنید یا کشور دیگه اقدام کنید، خب خیلی از برنامه تمکن مالی اولیه میخوان از شما. به چی میگین دسترسی؟ من سوالاتون رو آخر جواب میدم، ببخشید. اینکه هزینه اولیه کمی داره نسبت به کشورهای دیگه، استارتاپ ویزای کشورهای دیگه. اینم که خب خیلی از این برنامه‌های دیگه برای کشور دیگه خیلیشون تو آیدیا استیج پرونده شما رو بررسی نمی‌کنن، ولی تک ویزا یه خوبی که داره اینه که تو مرحله ایده، مرحله MVP یا محصولتون و اگر شرکتتون تراکنش داره، تو هر مرحله‌ای که هستین شما رو پذیرش میکنن، حالا اگر پروژهتون اون شرایط لازم رو داشته باشه. اینکه اشاره کردیم به اکوسیستم استارتاپی رو به رشد و اینکه برنامه جدید دارن، نمیدونم اینو شنیدید یا نه، فرودگاه آتاتورک رو دارن تبدیل میکنن به هاب استارتاپی منطقه. اسمش ترمینال استانبول، حتما سرچ کنید در موردش بخونید. یه پست هم ما در موردش گذاشتیم توی پیج اینستاگراممون. اینطوریه که میخوان یه هاب خیلی پیشرفته برای استارتاپ ها درست کنن که از کشورهای دیگه پذیرش داشته باشن، مخصوصا حالا کشورهای اطراف ترکیه. حالا بچه‌ای که حالا ایران هستن خب خیلی شرایط خوبیه براشون. از کشورهای دیگه که حالا من در جریان هستم، مثلا کشورهای عربی هستن، خیلی رو این بحث دارن کار میکنن. عرضم به حضورتون که این برنامه تکویزا بعد از 3 سال اگر شما شرایط لازم رو داشتین، استارتاپتون خوب پیش رفته باشه، برای همین میتونید تمدیدش کنید و بعد از 5 سال شما میتونید وارد پروسه شهروندی بشین. بازم اینجا من امروز اتفاقا یه تبلیغ دیدم که نوشته بودن که شما میتونید 6 ساله دریافت کنید برنامه تکویزا رو و خب این دروغی بیش نیست. شما 3 ساله دریافت میکنید و بعدا تمدیدش میکنید. بریم اسلاید بعدی. خب یه نکته‌ای بگم، این برنامه دوستان نباید به چشم برنامه اقامتی اصلا بهش نگاه کنید، چون وقتی درگیر این موضوع میشید، کسب و کار واقعی نداشته باشین، وقتتون رو دور ریختین، پولتون رو دور ریختین، انرژیتون رو دور ریختین. به خاطر اینکه واقعا اگر یه ایده استارتاپی دارین، یه ایده ای دارید که میتونید ازش کسب درآمد کنید و بعد از این تصمیم بگیرید که این کارو بکنید. به خاطر اینکه اگر صرفا اقامتی بهش نگاه کنید، من پیشنهاد نمی‌کنم بهتون. اگر استارتاپ فعال دارین که چه بهتر، اگر تراکنش دارین که چه بهتر. کسایی که حالا میخوان بین‌المللی هم کار کنن که این برنامه کاملا براشون مناسبه. حالا چه حوزه‌هایی شانس بیشتری دارن؟ یه چیزی که ما با جلساتی که با خود تکویزا داشتیم، خیلی تو بحث گیمینگ فعال ترکیه خیلی جالب بود. من خودم مثلا تا چند وقت پیش نمیدونستم این موضوع رو، ولی توی جلسات خیلی بهش اشاره می‌کردن، میگفتن که استارتاپی که تو بحث گیمینگ بودن واقعا پیشرفت خوبی داشتن اینجا. حوزه هوش مصنوعی هست، حوزه نرم افزار هست، حوزه تکنولوژی سلامت هست، حوزه فینتک هست، سایبر سکیوریتی، روباتیک، حوزه آموزش، موبیلیتی، حوزه‌های محیط زیستی، انرژی. اگر تو این حوزه ها هستین، به نظر من شانس خوبی دارین برای این برنامه. این پروسه تکویزا رو من مرحله به مرحله براتون آماده کردم. این که در ابتدا شما باید یک ایده داشته باشین، یه پروژه داشته باشین، یه استارتاپ فعال داشته باشین. وقتی که اینو داشته باشین، درخواست میدید به تکویزا و 2 بار ارزیابی میشه. یه ارزیابی اولیه میشه که ارزیابیش آدمای معمولی ارزیابی میکنن که صرفاً اون
شرایط اولیه رو چک میکنن. یه ارزیابی تخصصی داره که ارزیابی تکنوپارکه. این تکنوپارک باز اینجا من اشاره میکنم که یک تبلیغاتی در موردش شنیدم که میگن هر تکنوپارک خواستین پروژهتون رو بررسی میکنن. نه، اینطور نیست. تکنوپارکی پرونده شما رو بررسی میکنه که خود تکویزا تعیین میکنه با توجه به کاتگوری پروژهتون. وقتی که تکنوپارک پرونده شما رو بررسی کرد، ازتون یه سری مدارک بیشتر میخوان و بعد یک جلسه ارزیابی آنلاین باهاتون میذارن که مهمترین بخش این پروسه تکویزا اون جلسه آنلاین هستش، چون ازتون سوالات تخصصی میپرسن. اگر توی پیش دکتون یه عدد و رقمی آوردید در مورد حالا بیزینستون، میپرسن چجوری به این عدد و ارقام میرسید، مارکت چه مارکتی رو برای این پروژه در نظر گرفتید. این نکته‌ای که هست که باید رعایت باشه واسه بیزینس مدل و پیچ دکتون. این پروسه رو که رد کردید، ثبت میکنید که تاییدتون میاد. تایید که اومد، وارد مرحله یعنی پروسه اداری میشید دیگه. میره برای جمع‌آوری مدارک و یک معافیت از اجازه کار میگیرین. این معافیت از اجازه کار حکم اقامت فعال رو داره برای شما و میتونید وقتی که این معافیت از اجازه کار رو دارین، کار ثبت شرکت و بقیه پروسه رو انجام بدید. دقیقاً 2 ماه و 29 روز به شما معافیت از اجازه کار داده میشه. ببخشید. بعد از اون ثبت شرکت انجام میشه، مدارک آماده میشه، کد مالیاتی باید دریافت بشه. بعد از اون یه پروسه دارید ثبت درخواست اجازه کار. خیلی‌ها تا این بحث اجازه کار میرسن، به یه سری باگ ها میخورن، اشتباه انجام میدن. متاسفانه یه سری قلقا داره که این اگر درست انجام نشه شما ممکنه بارها ریجکت بشید و میگم اگر مثلا اقامتتون از بین بره، مثلا موقعی که درخواست اجازه کاری بعد اقامت فعال داشته باشین که اون معافیت باید حواستون باشه این زمان بندی هم رعایت کنید براش. عرضم به حضورتون اجازه کارتون که بگیم درست انجام شد و تایید شد، کارت شما صادر میشه. شما بعد از این 3 سال اجازه کار تحت برنامه تکویزا دارین. حالا میتونید از مزایاش استفاده کنید و کار خودتون اینجا شروع کنید و پیش ببرید. من از آقای اعظم پناه میخوام اگر ممکنه شما این اسلاید رو در مقایسه برنامه تکویزا با سایر کشورها توضیح بدید. ارادتمندم دوستان، تا اینجا ممنون که همراهمون بودید و خسته نباشید. اگه بخوایم در واقع نگاه اجمالی بندازیم به برنامه‌هایی که ورود داشته، خب اولا کانادا اینا که بسته است، از لحاظ طبقه بندی بر اساس مدت زمانی که پروسه دریافت هم تاییدیه استارتاپ تا اقامت حالا کاری و حالا اقامت اگر برای کسی که صرفا مهمه و میخواد وارد بشه و اقامتی نداره، در کشور ترکیه چیزی حدود 4 تا 6 ماه تکویزاش طول میکشه. کشورهای اروپایی ممکنه که 6 تا بالای 12 ماه و در حال حاضر حتی بیشتر از اون هست. یه مسائل خاصی به وجود اومده. مثلا من الان در جریانم که هلند یه سیستم خاصی به وجود آورده که در نهایت یک فاندر مقیم کشور هلند میخواد برای بخشی از پروژه ها. کانادا که خب داستانش اصلا عوض شده، ولی خب معمولا همونطور که میدونید 2 تا 3 سال و حتی بیشتر از اون زمان میبره تا اینکه به اون مرحله برسه. لتر آف ساپورت خب عملا ترکیه نمیخواد. کشور اروپایی سریشون میخواستن، کانادا هم که همونطور که در جریان هستید سفت و سخت میخواسته. برای سرمایه گذاری و سرمایه گذار در ابتدای تر ترکیه چیزی نمیخواسته. کشور اروپایی یه بخششون میخوان تمکن مالی یا سرمایه گذار باید معرفی کنید. ترکیه کانادا هم که همونطور که میدونید اصلا حمایت‌های خاص خودشون میخواست. هر 3 کشور شرکت فعال در این مسیر باید براشون ثبت بشه. خدمتون عرض کنم که هزینه‌های ابتدا تا انتهای این پروسه و اون برای ران کردن و راه اندازی پروسه در ترکیه خب عملا نسبت به کشورهای دیگه، حالا هم اتحادیه اروپا هم کانادا، میشه گفت با توجه به داستان‌های این روزهای دنیا هیچ بسیار کمه. خدمتتون عرض کنم که اروپا حالا
الان من سیتایی که ازش میشنوم از 20,000 یورو به بالا شروع میشه. کانادا هم که در اواخر فقط اینکوباتوراش 75 تا 80,000 دلار کانادا میخواستن. برای در واقع اگر از لحاظ زمان بندی استارتاپ ها بخوایم کنترلش کنیم و چکش کنیم، برای استارتاپ هایی که در مرحله ارلی استیجن و یا اصلا آیدیا استیجن، خب ترکیه خیلی مناسبه، خیلی در واقع این مسیر رو راحت میکنه برای استارتاپ ها. خدمتون عرض کنم که اروپا تا حدی مناسب بوده، الان یه سری از کشورهاش در واقع محصول رو میخوان یا حداقل نمونه ای از محصول رو میخوان. کانادا به دلیل اینکه به سقف این موضوع رسیده در بخش استارتاپ، حالا هرچند که از لحاظ بستر استارتاپی من فکر میکنم که خیلی داستانها داشته، خیلی سخت و رقابتی بوده در این زمینه. من در خدمتم فرید جان، اگر اسلاید رو عوض کنید. شما این بخش رو فکر میکنم. بله، ممنون از توضیحاتتون. دوستان، خب همونطور که میدونید ترکیه هم فاندهای دولتی داره هم فاندهای خصوصی داره. فاندهای دولتی رو من سمت راست براتون نوشتم که مهمترینش توبیتا که بعد از اون کاسکده، بعدش دیگه خود وزارت صنایع و تکنولوژی میشه و سرمایه‌گذار خصوصی هم که لیستش اینجا هست. خیلی بیشتر از اینا هستن. من فقط سعی کردم چون قبلا این لیست رو از خود تکویزا من گرفته بودم، بعد همین رو برای شما به اشتراک گذاشتم. اگر میخواید اسکرین شات بگیرید یا بعدا لیستتون میتونید از ما دریافت کنید. بریم اسلاید بعدی. من یه چند ثانیه هم صبر میکنم اگر بخواید اسکرین شات بگیرید. خب بحث ناراحت کننده و جذاب دلایل ریجکت. دوستان، اگر واقعا یک استارتاپ واقعی ندارین، به نظر من اقدام نکنید از طریق قیمت، چون وقتی یه مشکلی رو حل نمی‌کنید، نوآوری نداشته باشین، خیلی راحت ریجکت میشین. به خاطر همین من همیشه پیشنهاد میکنم، ولی اگرم یه ایده‌ای دارید نمیدونید واقعا این شانس رو داره که تایید بگیره، ما کمکتون میکنیم تو این زمینه. خیلی صادقانه اگر بگیم خوب نیست میگیم خوب نیست، اگر قابلیت رشد داشته باشه حتما کمکتون میکنیم اون ایده رو پخته تر کنید و اپلای کنید که جواب مثبت بگیرید. پیشرفت ضعیف، مدل درآمدی نامشخص، این خیلی مهمه. شما اگر مدل درآمدیتون رو نتونید واضح توضیح بدید در مورد عدد و ارقامی که توی پیشرفتتون نوشتین، توی بیزینس مدلتون نوشتین، توضیح بدین، تو اون جلسه آنلاین احتمالاً تاثیر بدی خواهد گذاشت و منجر به ریجکتی میشه. این خیلی مهمه. عدم آمادگی برای جلسه که خیلی مهمه، اینو از اون اول چند بار اشاره کردم بهش. در مورد این موضوع من بازم میگم تبلیغاتی که توی اینستاگرام دیدم، اصلا به یه سری از دوستان گفته بودن که این جلسه آنلاین اصلا مهم نیست، ما صحبت فرمالیته است. اصلا دوستان، مهمترین بخش پروسه جلسه آنلاین قبل از دریافت تاییدیه است. مورد بعدی اینه که اگرم بازارتون رو نشناسید نسبت به پروژه‌تون، خب و نتونید اینو ارائهش بدین، یعنی حتی اگر شناخت داشته باشین بعد ارائهش بدین، این هم یکی از دلایل ریجکتی میتونه باشه. قوانینم برای مثال میتونم توی پروسه همون قوانین مربوط به اجازه کار بگم، قوانین مربوط به ثبت شرکت رو بگم. برای مثال یکی از دوستان از سال 2021 اینجا شرکت داشته، با یه مجموعه مشاوره گرفته، بهشون گفتن که شما میتونید همون شرکتی که از 2021 داشتین و از اون طریق اقدام کنید و پروسه رو انجام بدید. در صورتی که ایشون پروسه رو انجام داده، مرحله تکنوپارکش رو انجام داده، تاییدیه‌اش رو گرفته، رسیده به بخش اجازه اداره کار. اداره کار میگه که آقا اصلا سال 2021 تکویزا وجود نداشته، شما چطور شرکت 2021 افتتاح شده؟ برای همین میگم قوانینم خیلی مهمه که قوانین رو بدونید. و یکی دیگه مثلا اون موقعی که میخواید شرکت رو ثبت کنید، تقسیم سهام خیلی مهمه. یهو مثلا شما میگید ما 2 نفریم، خب مثلا 50-50 سهام میدید. یکم جلوتر که میرید سر همین موضوع به مشکل میخورید. به خاطر این
قبل از اینکه اصلا شرکت رو ثبت کنی خیلی از قوانین رو باید بدونی. نکته بعدی که اشاره کردم بهش در انجام پروسه تهیه مدارک و درخواست اجازه کار، یه رم اونجا جا انداختم. مهمه دیگه دوستان مدارک چجوری تهیه بشه، کجا لازمه که وکالتنامه بدین، کجا لازمه که مثلا ترجمه کنید مدارک هویتی رو، اجازه کارتون چه مدارک میخواد، از حسابدار چه مدارکی باید بگیرید، این هم همشون مهمه و اگر درست انجام نشه متاسفانه ریجکت میشید. من یه بخش اینجا اضافه کنم دوستان، این در واقع پروسه تخصصی هست. شما همه دوستان آدم‌هایی هستید که قاعدتاً بخشی از این موضوع رو می‌دونید، آدم‌های متخصص در زمینه استارتاپ و اصلا علم بروز دنیایید. ما متاسفانه ایرانی‌ها حالا یا به خاطر موقعیت کشور یا حالا فرم تربیتی که رو هممون بوده، فکر می‌کنیم که راه ساده انگاری مسیر همیشه کمک کننده است. متاسفانه در کشورهای دیگه هیچ جای دنیا اینطور نیست، اینجا هم به همین شکل. چیزی که به شما ساده نشون داده میشه در واقع یک جایی از مسیر گریبانگیر میشه. من فکر میکنم شاید خیلی از دوستان که الان اینجا ما در خدمتشون هستیم بتونن تا مرحله گرفتن تایید بعد دفاع آنلاین رو پیش برن، چون خب پروژه خودشونه، اگر علم کافی داشته باشن، پیچیدگی یا بیزنس پلن درستی بچینن، میتونن این کار انجام بدن. من بارها برای همتون توضیح دادم و تاکید کردم که این 15% از مسیره و بخش اصلی مسیر از اینجاست تا زمانی که در واقع اجازه کار صادر میشه. ریزکاری ها و بالا و پایین های مسیر تو این بخش هست که خب حالا نمیدونم بگم متاسفانه برای ما، البته خوشبختانه چون تونستیم کمک کنیم. دوستانی هستن که از عزیزان دیگه‌ای کمک گرفتن و به ما برمیگردن تو این مراحل. ما تو همین مدت چندین نفر بودن که تو این بخش به مشکلاتی خوردن، حالا ریجکت شدن، دوباره در واقع یه مدل اعتراض دادن یا مسائل دیگه. اون بخش هست که باید با دقت انجام شه و ما هنر، تخصص و تجربهمون در واقع رو اون قسمت هست. ببخشید شما بفرمایید. خواهش میکنم، ممنون از توضیحتون. در ادامه دوستان من یه مسئله بگم. ما حوزه هایی که تا الان دوستانی که این افتخار رو داشتیم باهاشون همکاری داشتیم تو حوزه نرم افزار بودن، هوش مصنوعی بودن، تو تکنولوژی محیط زیست بودن، تو گیمینگ بودن، آموزش بودن، خدمات شهری هنوز تو پروسه هستن، گردشگری هم تو پروسه هستن و تجربه‌ای که ما داشتیم همونجور که آقای اعظم‌پناه اشاره کردن یه سری ریزه‌کاری‌ها هست. متاسفانه در این دوستانی که به ما مراجعه کردن قرارداد هم داشتن با مجموعه دیگه، منتها از یه جایی به بعد با اینکه قرارداد هم داشتن، خب اون داستان شکایت و شکایتکشی خیلی هم دردسر داره. خیلی از دوستان بیخیال ادامه مسیر شدن. ما خیلی جاها اصلا خیلی دوستانه کمکشون کردیم، چون شرایط رو درک میکنیم. وقتی یه مشکلی پیش میاد شما وقتتون هدر میره، هزینه‌تون هدر میره و یه سری دوستان اصلا مشکل اقامتی براشون به وجود اومد، مجبور شدن خروج بزنن دوباره برگردن. برای همین نکاتی که تو کورس هست و حالا بعد از جلسه هم میتونید سوال بپرسین و در موردش صحبت کنیم. بریم اسلاید بعدی. آقای اعظم‌پناه این اسلاید برای شماست. با افتخار عرض کنم خدمتتون که این پروسه در واقع از زمانی که برای سری از دوستان از خلق ایده تا زمانی که در واقع اقامت کاریتون میاد و اون اقامت 3 سالتون فعال میشه، شرکتتون تشکیل میشه، ما در خدمتتونیم. کاری که انجام میدید در واقع ارزیابی تخصص ایده و پروژهتونه، کمکتون میکنیم پیچ تکتون رو بر اساس سلایق، سیاست و قوانین کشور ترکیه در واقع تهیه بفرمایید. خدمتتون عرض کنم که سابمیتتون میکنیم، کنارتون هستیم تا زمانی که تاییدیه تکنوپارک بیاد. من الان هفته پیش فکر میکنم حدود 2 هفته پیش، سه شنبه 2 هفته پیش دفاعی بود که اصلا من با افتخار خدمت اون کلاینت عزیزمون حضوری رفتم، به دلیل اینکه میدونستم استرس داره، اینجا زندگی میکرد و
من عملا کار خاصی براشون انجام ندادم، فقط کنارشون بودم با افتخار. اصلا جلسه دفاع رو شوخی نگیرید، ما چند جلسه ترین داریم برای جلسات دفاعتون که اصلا از چه مسیری وارد شید. ایشون با یکی از تکنوپارک‌های، حالا یکی از شهرهای در واقع ترکیه که بودن، هیئت جوری 6 نفر بودن، بالای 1 ساعت طول کشید و واقعا ریز و بم داستان رو چک میکنن. اینطور نیست که یه توضیحی داده بشه و رد شه. بیزینس پلنتون رو در واقع بعداً چک میکنیم، همونطور که گفتم برای پروژه برای درس دفاع آماده‌تون میکنیم و در نهایت اینجا تازه کار اصلی ما شروع میشه که بیمه‌تون باید فعال شه. خدمتتون عرض کنم که اون مسائلی که با بخش حسابرستون دارید باید کنترل، چک و مدارکش انجام بشه، حساب بانکی بین‌المللیتون باز بشه و مهمترین بخش اینکه فرمتی که شرکتتون باید تشکیل بشه که اصلا بر چه اساس این شرکت تشکیل بشه، با چه میزان سرمایه اولیه مطرح شده، بر چه منوالی، اینا جاییه که شما در آینده بعد از چند هفته بهش برمیخورید. حالا دوستانی بودن که اصلا الان من یه عزیزی دارم از قزوین، خودشون اقدام کرده بودن، حالا با یه مقدار راهنمایی که از دوستان دیگه گرفته بودن ما مفتخر شدیم بعدش در خدمتشون باشیم و صحبت کنیم. ایشون اصلا رها کردن، یعنی فکر کنید رفتن تایید گرفتن، دفاع کردن، پروژهشون رو اینجا در واقع سابمیت و در نهایت رها کردن و برگشتن، چون به مسائلی خوردن که گفتم من اصلا نمیتونم اینا رو حل کنم. خدمتتون عرض کنم اینا ریزکاری ها و بخش مهم این موضوع هست، اینکه پروژهتون کجا لانچ بشه، بر اساس پروژهشون، بر اساس نیازمندی های شما در آینده، شاید 1 سال بعد، 2 سال بعد، حتی تا زمانی که پروژه به محصول میرسه و فروشش شروع میشه، همه اینها زنجیروار به هم وصل هستن. اینکه پروژه در تکنوپارک در واقع لانچ یا در خارج اون، اینا کمک هایی هست که ما در خدمتتون هستیم، راهنماییتون میکنیم، مشورت میکنیم، در واقع اون مسیر رو براتون روشن میکنیم، شما تصمیم میگیرید در نهایت که چه کاری انجام بدید و چطور باشه. این دوستانی هستن که حالا در همین جمع هم هستن، ما پروژه‌ای همیشه آماده داریم که یا لانچ شدن یا پروژه و دوستان میتونن ایفای نقش کنن. بحث ما اصلا اقامتی نیست، اگر صحبت در مورد این موضوع میکنیم که از مسیر اقامتی به این مسئله فکر نکنید. منظور این که اگر قراره که هیچ کاری انجام ندید، اگر فکر میکنید که صرفا برای گرفتن اقامت میخواید این کار انجام بدید، مسیر این مقدار پیچیده و متفاوت تر میشه. با ما حتما مشورت کنید سرش، واقعیت رو به شما میگیم، بعد شما تصمیم بگیرید. دوستانی هم که دوستان نقش بپذیرن از پروژه‌هایی که آماده هستن، ما در خدمتشونیم، همیشه معرفی میکنیم. خدمتتون عرض کنم که مرحله بعد از این موضوع که شرکت مشخصاتش انجام شد و آدرس مشخص شد، میریم سراغ اداره کار و نتایج تازه اونجا مشخص میشه، یعنی تمام این مسیر اونجا خودشون نشون میده. نمیخوام بترسونم چون ولی واقعا ریزکاری داره، حتما از کسی که متخصص هست، منظورم خودمون نیستیم، کمک بگیرید. خدمت شما عرض کنم که در اداره کار باید جزئیات درست رعایت بشه تا اینکه به اون نتیجه مطلوب در واقع برسید. خدمتتون عرض کنم در مرحله بعد اون دیگه انشالله به این مرحله میرسید که اقامتتون تایید میشه، کارت کاری 3 سالتون در واقع صادر میشه و مسیر ادامه خواهد داشت. خدمتتون عرض کنم عزیزانی که لطف کردن ما رو همراهی کردن، به پاس این لطف و مرحمتتون ما یه چیز کوچیکی در نظر گرفتیم برای دوستانی که در واقع ما کل مسئول در خدمتشون هستیم. به مدت حدوداً 1 هفته یا با افتخار البته یه آفری گذاشتیم 15% روی مبلغی که اعلام شده بوده برای کل مسیر. ما در واقع تخفیف داریم برای عزیزانی که در این بازه بین 8 تا 15 آگوست در واقع میتونن تشریف بیارن و قرارداد با ما ببندن. اگرم راه دور هستید تو این زمان نمیتونید بیاید، ما قراردادهای آنلاین زیاد بستیم تو این مدت، راه و رسمش رو بلدیم، میدونیم و در خدمتتون هستیم. ببخشید اگه طولانی شد. مرسی از توضیحاتتون. میریم به نظرم برای بخش پرسش و پاسخ. من اول چت ها رو نگاه میکنم، بعد اگر کسی خواست صحبت کنه میتونیم که هم به صورت صوتی هم ویدیویی هم صحبت کنیم. من هم ببخشید آقای نیما، من منظورتون رو متوجه نشدم. به چی میگین دسترسی به چی؟ چه دسترسی که من به عنوان شرکت ندارم؟ اگر بتونید صحبت کنید به نظرم منظورتون رو بهتر متوجه میشم.
سلام آقا. سوالم فقط این بود که گفتین دسترسی به بازارهای اروپا و همه بازارات، خواستم ببینم چه دسترسی که مثلا من به عنوان یک شرکت ندارم و اگه توی تکنوپارک باشم اون دسترسی ها رو خواهم داشت. مرسی. این صرفا تکنوپارک نیست. منظورم وقتی میگم دسترسی، بیشتر برای بچه‌هایی هستن که ایران زندگی میکنن، میخوان استارتاپشون رو بیان اینجا. وقتی میگیم شما دسترسی دارید به بازار جهانی، منظور برای دوستانی هستن که از ایران اقدام میکنن. شما اگر آلردی ترکیه باشین، خب هیچ مشکلی ندارید، همه دسترسی رو دارید. ببخشید اگر من اون موقع توضیح دادم بعد برداشت شده، منظور من از دسترسی این. آقای محمود بفرمایید. سلام، خسته نباشید. سلام. مرسی بابت وبینار کامل و توضیحات جامعتون. من 2 تا سوال داشتم. بله. یک، من نمالکت نت خط من متوجه نشدم هزینه کار، یعنی هم هزینه زحمت شما و هم هزینه که ما باید به صورت کلی و در نهایت پرداخت بکنیم به خود مبالغی که داره، چون فرم ها و اینها چقدر میشه. و سوال دوم یک مقدار برای خودم شخصی تر هست. من ایدم رو پتنتش کردم و توی PCT ثبت شده. آیا این توی پروسه تفاوتی ایجاد میکنه؟ فرقی نمیکنه براشون؟ قسمت اول اگر اجازه بدید من توضیح بدم خدمتتون. بله. ببینید به طور کلی یه کلیاتی سر این موضوع وجود داره که قابل توضیح هست، اما پروژه ها و در واقع هر فردی باید به طور شخصی این موضوع در موردش بررسی شه. ما فقط یه چیز کلی میتونیم بگیم. سوال شما الان خیلی جامع است، اینکه شما اصلا سولو فاندرید یا تعدادتون بیشتره. البته محبت کنید اینو بعداً در واتساپ با ما در ارتباط باشید که روش صحبت کنیم، شاید از در واقع گنجایش این جلسه خارج بشه. اما به طور کلی نمیشه یک رقم کلی در مورد این موضوع مطرح کرد. یه چیز حدودی وجود داره که من عرض کردم در واسط در خدمتتونیم، اما برای ریز بررسی و بررسی دقیق در واقع شخصی شما، اول ما باید چک کنیم ببینیم میتونیم مثلا اون پروژه رو در خدمتتون باشیم یا خیر. با ما در ارتباط باشید، بیشتر در موردش صحبت کنیم. فرید جان شما اگر چیزی می‌خواید اضافه کنی و سوال دومش. سوال دومشون هم در مورد پتنت گفتن هیچ مشکلی نداره. اصلا برای پروژه‌ای که خیلی حساسیت بالایی دارن و خیلی ایدهشون نابه، اصلا بهتره که قبل از اینکه اقدام کنن پتنت کنن. دوستانی بودن که تو کار شیمی بودن، یه فرمولی داشتن، موقعی که رفتن با تکنوپارک صحبت کنن میخواستن فرمولشون رو از چنگشون در بیارن. چه بهتر که اگر یه فرمول خاصی دارید، یه ایده نابی دارید، از قبل پتنت کنید. حتما مسئله مهمیه. آقای احسان وارسته بفرمایید. سلامی دوباره، تشکر میکنم واسه توضیحات خوبتون. من 2 تا سوال دارم خدمتتون، حالا کلی هستش. شما گفتین که استارتاپ فعال حتما باید داشته باشیم. یک این بذار اینو توضیح بدم بعد سوال دومتون هم جواب بدم. ببینید، هم تو استیج ایده میتونید اقدام کنید، هم میتونید استارتاپ فعال داشته باشید. یعنی تو هر استیجی که هستین میتونید فعال کنید، مشکلی نداره. منتها شرکت ثبت شده از قبل تو ترکیه نمیتونید از طریق اون اقدام کنید، باید شرکت جدید ثبت کنید تحت برنامه تکیوزا. متوجه شدم. پس کسایی که مثلا اصلا شرکتی ندارن میتونن راحت شروع کنن واسه این کار، یعنی استارتاپ فعال قبلی نمیخواد مثلا داشته باشه. اگر درسته؟ شرکت دیگه ای دارین اونو نمیتونید اقدام کنید، باید یک شرکت جدید ثبت کنید تحت تکیوزا. متوجه شدم. بعد یه چیزی که فکرمو مشغول کرده، تو این 3 سال تک ویزا یا همون شرکت مادری که مثلا به ما ویزا رو میده، واسه فالو اپ کردن ما چه کارهایی باید، حتما یه جلسه هایی خواهیم داشت باشون، حتما ازمون میپرسن که پروژه رو تا چه حد جلو بردیم و اینا. یه اطلاعاتی اگه بشه در مورد این پروسه هم به این تو این 3 سال چه پروسه هایی خواهیم داشت. بله، ببین، از ابتدا تا الان من تجربه خودم این بوده، من شرکتم خارج از تکنوپارک ثبت شده و تا الان هیچ از من فعالیتی نخواستن، هیچ گزارشی نخواستن. اما زمانی که شما شرکتتون رو توی تکنوپارک ثبت کنین، خود اون تکنوپارک از شما فعالیت میخواد. یعنی
وقتی داخل تکنوپارک هستید یه مقدار جدی‌تر موضوع خود تکنوپارک پیگیری میکنه، ولی از سمت تک ویزا تا الان چون برنامه هم جدید هست فکر کنم اصلا نمیدونن باید مثلا سالیانه یه بررسی بکنن یا آره خب فعالیت رو حتما. ببینن. ولی میگم تکنوپارک ها خودشون برنامه بررسی رو آنالیز فعالیت شما رو دارن، شرط حضور دارن. خیلیاشون میگن مثلا در هفته شما 3 روز بعد اینجا باشید، بعضیاشون میگن در هفته 2 روز بعد اینجا باشین. این هم جزء نکاتی است که انتخاب میکنید برای تکنوپارک در نظر. من یه بخش رو اضافه کنم، شاید سوال خیلی از دوستان باشه. همونطوری که قبلش هم توضیح دادم، این جزء در واقع خدماتیه که ما با افتخار در خدمتتونیم که اصلا پروژهتون رو بررسی می‌کنیم و هدفتون رو از آینده پروژهتون راهنماییتون می‌کنیم. قاعدتاً داخل تکنوپارک بودن یه سری مزایا داره، بیرونش هم بودن یه سری چیزهای دیگه. من یه مثالی براتون توضیح بدم. یکی از عزیزانی که ما چندین ماه پیش در واقع در خدمتشون بودیم که پروژهشون رو سپرده بودن به ما، کسی هستن که پروژه ریل دارن رو پروژه کار میکنن، پروژه در حال پیشرفت هست، اما اون زمانی که ایشون استارت زدن به دلیل مشکل زمانی که روی اقامتشون داشتن فرصت این موضوع رو نداشتن که پاسپورتشون رو عوض کنن. اگه اشتباه نکنم، حالا درست خاطرم مونده باشه، چیزی حدود 11 ماه 12 ماه پاسپورتشون اعتبار داشت و اقامتی که گرفتن 10 ماهه بوده و ما حدود 1 ماه پیش برای ایشون اقدام به تمدید کردیم. یعنی 10 ماهشون تموم شد و ایشون کارت کاریشون رو تمدید کردن. در پروژه 2 نفر بودن، کوفاندر دیگهشون 3 ساله گرفته بود، ایشون یه چیز حدود 10 ماهه و خب پروژه در حال پیشرفت است، دارن واقعا روش کار میکنن. زمان تمدید کسی این موضوع رو بررسی نکرد، البته ایشون خارج از تکنوپارک بودن. من چیزی که همش در موردش با جواد زادم صحبت میکنم اینه که دوستان فکر کنن که این روند ادامه پیدا خواهد کرد تا حالا 1 سال یا 2 سال دیگه. به نظر من ریسکیه. یعنی حتما اگر پروژه‌ای که دارید 20% 30% لااقل پیشرفتش بدید، روش کار کنید، به دلیل اینکه ممکنه این کشور قوانین رو تغییر بده و از شما بخواد حالا چه داخل در واقع تکنوپارک باشید که خب بررسی بیشتره، چه بیرون باشید بگی آقا تا 2 ماه دیگه بیاید ببینید که اصلا شما چیکار کردین. به این موضوع که در حال حاضر هیچ بررسی نمیشه اکتفا نکنید، حتما رو پروژه هاتون کار کنید. کمک هم از ما بر بیاد در خدمتتون. عالی، یعنی واقعا توضیح به جایی بود. ممنونم. دقیقاً ممنونم. فقط یه چیزی که میخواستم بپرسم، تمپلیت های حتما خاصی دارن واسه آماده کردن یا نوشتن و ارائه پروژه؟ فکر کنم من بعداً بتونم باهاتون در ارتباط باشم واسه حالا آماده کردن این حالا به عنوان تز دیگه میشه. دقیقاً تمپلیت های خاصش با شما در ارتباط باشم بگیرم، بعد بیشتر در این باره بتونیم صحبت کنیم. مرسی بابت همه چیز. خواهش میکنم. آقای حامد چرخیان اگر اشتباه نکنم شما میتونید صحبت کنید. هستین حامد جان؟ سلام صدای من دارین؟ سلام، بله بفرمایید. باشین، متشکرم از تایمی که اختصاص دادین. من متاسفانه تعداد سوالاتم بالاست، دونه دونه بپرسم یا همشو پشت سرم که شما یادداشت کنید؟ نمیدونم. جناب چرخیان، من فکر می‌کنم مثلا 2-3 تاشو بپرسید برای اینکه به بقیه هم برسه، بعد دوباره اگر در انتها فرصتی بود مجدد در خدمتتون هستم. اوکی، عرض کنم در مورد با این شناسایی بازار، منظورتون شناسایی بازار ترکی هست یا بین الملل رو صحبت می‌کنیم برای این موضوع؟ برای این موضوع بستگی به پروژه شما داره. اگر بازارتون ترکیه است خب بعد از بازار ترکیه شناخت داشته باشید. اگر بین‌المللیه خب اون خیلی گسترده‌تر میشه. میگم خیلی اختصاصیه این موضوع. اگر شما مثلا بازارتون این که فقط تو ترکیه فعالیت می‌کنه خب بعد بشناسید بازار ترکیه. متوجه شدم. من یه بخش چرخیان، من یادمه، ببخشید جناب حامد خان، بله چرخیان، پروژه شما رو یادمه چون من با شما صحبت کردم. در مورد شما در واقع نه باید به بازار بین‌الملل فکر کرد، اما از ترکیه در هر صورت باید استارت زد. شما از اینجا شروع میکنید و به بین‌الملل ختم میشید. متوجه شد. در رابطه با این نحوه پیاده سازی ایده، خب به هر حال هر ایده یه تیمی میخواد دیگه. اونجوری که من متوجه شدم این سیستمی مقدار فرد محور، یعنی من فقط اقدام میکنم برای این داستان.
اون تیمی که با من همراهی میکنه داستان اون چجوری میشه؟ من اول یه سوال بپرسم، شما تیمتون جز تیم بنیانگذار هست یا اینکه یعنی کوفاندر هستن یا اینکه کارمند شما هستن؟ کارمندای من حساب. من قبلا به جناب بانیس توضیح دادم یه شرکتی تو ایران داشتیم که پروژمون رو تا کارآزمایی بالین جلو بردیم. ببینید شما ابتدا برای خودتون درخواست میدین، بعد کارمندا رو به صورت رسمی استخدام میکنید و یه نکته در مورد استخدام کارمند این است که شما حتما باید بیمه و حقوق به موقع انجام بشه، پرداخت بشه. خیلی روی این مسئله حساس هستن کلا اداره کار. اگر کوفاندر باشن، کوفاندرها، بنیانگذارها احتیاج به پرداخت حقوق الزامی نیست، میتونید حقوق رد نشه، ولی بیمه دارن کارفرماها. همون مبلغ 12,000 فعلا در حال حاضر کارفرما باید بیمه پرداخت کنن. من یه چیزی با اجازهتون اضافه کنم، ببخشید دوستان. همونطور که میدونید در ترکیه برای اینکه شما بخواید نیروی کاری استخدام کنید یه سری قوانین وجود داره. شرکت‌های استارتاپی معاف و مجزا از این فرم قوانین هستن. یعنی شما میتونید نیروی کار خارجی مثل آقای چرخیان که میفرمایند از خارج از کشور استخدام کنید به عنوان نیروی کار. فرقش اینه که اونا اجازه کارهای 1 ساله میگیرن که قابل تمدیده. یعنی مثل فاندر و کوفاندرها 3 ساله پشت هم نمیگیرن، اونا 1 ساله میگیرن. و از اون قوانینی که شما نیروی کار ترک داشته باشید یا فرمی از اقامت داشته باشید که بتونید نیروی کار بگیرید مستثنا. یه چیزی هم اضافه بکنم روی این توضیحاتتون، یعنی سوالم رو تکمیل‌تر بکنم. وقتی ما شریک داریم توی پروژمون این داستانش چجوری میشه؟ ما اون وقت باید به طور مشترک اقدام کنیم برای این داستان؟ ابتدا 1 نفر به عنوان CEO اقدام میکنه، اجازه کارشو که گرفت برای شریک هم میتونه اقدام کنه، ولی از قبل توی موارد ثبت شرکت باید درصد سهام‌ها مشخص بشه. اونم یه ذره راهنمایی بیشتر لازم داره. اگر اجازه بدین اونو تخصصی تر میتونیم توی واتساپ در موردش صحبت کنیم. اون چیزی که من تا حالا متوجه شدم از فرمایشات شما اینه که ما هیچ تعهدی ظاهرا فعلا حالا بر اساس اون قوانین که نسبت به این تکویزا نداریم. یه جوری مجوز اقامت قانونی حساب میشه دیگه، یعنی پشتش حمایت مالی یا ساپورت خاصی وجود نداره. این درسته کلام من؟ وجود داره. شما اگر عرض کردم توی تکنوپارک باشین حمایت نه من الان تکنوپارک رو صحبت نمی کنم، دارم درباره تکویزا صحبت میکنم. وقتی من از این ویزا استفاده میکنم یا پذیرش میگیرم از طریق این سیستم وارد ترکیه بشم، یه نوعی اجازه 3 سال اقامت قانونی به من میده دیگه، همینه، چیز دیگه این نیست. درسته؟ میتونید درخواست بدید برای جذب سرمایه دولتی، یعنی فقط این نیست. اونو متوجه شدم. خود دارم درباره تکویزا صحبت میکنم، چون الان من دانشجوام دیگه، ذاتاً اقامت قانونی دارم. آیا نیازی هست من نسبت به این سیستم وارد بشم یا من میتونم همون تکنوپارک رو با همین اقامت قانونی دانشجوی خودم انجام بدم دیگه؟ درسته؟ بله نه تکنوپارک رو به صورت مجزا میتونید انجام بدید در صورتی که اون تکنوپارک شما رو پذیرش کنه. اما دیگه برنامه تکویزا نیستید. شما به عنوان یک حالا دانشجو یا یک شرکت مستقل میتونید برای تکنوپارک ها اپلای کنید، خودشون بررسی میکنن، ولی دیگه این آفرهایی که برای تکویزا هست شما ندارید. من میخوام اینو بدونم، این آفرها، این خود سیستم تکنوپارک به ذات چه ساپورتی داره از من میکنه؟ اینو میخوام بدونم. اجازه بدید من یه توضیح رو اضافه کنم جناب چرخیان. ببینید شما در اون صورت به عنوان یک فرد خارجی به صورت مجزا نمیتونید این کار رو انجام بدید. در همه کشورها وجود دارن. شما باید پروژه‌تون رو با اساتید دانشگاهتون در واقع همزمان با هم در یکی از، حالا اگر دانشگاهتون در واقع بخش تکنوپارک رو داره، اونجا لانچ کنید. اون مسیرش مستثنا از استارتاپه، مستثنا از تکنوپارک تکویزاست و ما تخصصمون رو این بخشه. این که شما به چه خدماتی میرسید، ما در ترکیه استارتاپ لانچ و ران شدنش و ثبت شدنش وصل به اقامت 3 ساله است. ما در مورد اقامت 3 ساله صحبت نمی‌کنیم. اون چیزیه که یکی میتونه بگیرتش اصلا ازش استفاده نکنه. خدمتتون عرض کنم که شما اجازه پیدا می‌کنید در یک محیط آزاد بین‌المللی جهانی روی پروژه‌تون کار بفرمایید، کار کنید. علاوه بر اون موضوع، اگر اون اصول رو درست رعایت کنید و مسیر رو درست برید،
قابلیت دریافت گرانت و فاند دولتی از اینجا خواهید داشت، از توبیتاک ها، از کوسکپ و بقیهشون. اینی که شما چه مزایای خاص دیگه مد نظرتون هست میتونید در واقع در واتساپ، چون در این سوال شما خیلی تخصصی مربوط به پروژه خودتونه، چون من پروژهتون رو میشناسم که چه خاص هست، میتونیم اونجا با هم ادامهش بریم. آیا دانشجو بودن در ترکیه یا جوایز رو در ترکیه کسب کردن این نسبت به صدور تکویزا امتیاز داره؟ خیر. شما فقط این موضوع میتونید توی جلسه آنلاین دفاعتون در واقع توضیح بدید که روی پروژهتون کار کنید. کار کردن که صرفا شما اینجا دانشجو باشید کمکی به اون موضوع بکنه خیر. آقای تلخی اگر اجازه بدید ما ادامه صحبت‌ها رو میتونیم بعداً تو واتساپ انجام بدیم. آقای مت کیلان خیلی وقت منتظر هستن، ایشون اگر سوالی دارن ما در خدمتشون هستیم. سلام، خسته نباشید، وقتتون بخیر باشه. سلام، وقت شما بخیر. من یه سوالی داشتم، این یه مقدار حالا شخصیه. من ایده رو ثبت کردم، ایمیل بابتمون نوشته که مثلا یه ایمیل به من اومد که اون $100 که واریز کردی رو دریافت کردیم و منتظرم که وقت دفاع به من بدن. حالا گفتن یه جلسه 10-15 دقیقه‌ایه که آنلاین باید دفاع کنیم. حالا من ایدم واقعیه، حتی سایت و اپش هم خودم ساختم، من خودم بک اند دیولپرم و حالا تقریبا مطمئنم که میتونم این جلسه آنلاین رو حالا یه جوری مثلا خوب تمامش کنم و بهشون مثلا حالا اون چیز اعداد مالی و حالا اون چیزایی که نوشتم ارائه بدم. حتی اون پرزنتیشنش هم آماده کردم، همه چیز آماده است، فقط منتظرم که وقت به من بدن. حالا اگر من این مرحله رو پاس کردم بابت ثبت شرکت و اینا، من هیچ ایده‌ای ندارم که اصلا چجوریه این مراحل چجوریه. بعد از این برای ثبت شرکت و اینا میتونم من مثلا از خدمات شما استفاده کنم فقط برای اون مرحله؟ بله حتما ایرادی نداره. مت کیان اگه اشتباه نکنم عرض کنم خدمتتون که به جلسه بیشتر از 10 دقیقه اینا فکر کنید. حدود 20 تا 25 دقیقه فرصت میدن که حالا چه سولو باشید چه در واقع افراد تیمتون باشید توضیح بدید که اون یه سری توضیحات در واقع مشخص هست بر اساس اسلاید های پیچ دکتون و حداقل همونطور که گفتم یه چیز حدود نیم ساعت هم پرسش و پاسخ با شما دارن در مورد جزئیات پروژهتون. 10 دقیقه نیست، طولانی تر از این موضوع است. اوکی، ممنون. حالا نیم ساعت اصلا یک ساعت هم باشه من مشکل نیست، این پروژه خودم هر سوالی باشه میتونم جواب بدم. من فقط بابت اون ثبت شرکت و اون مراحل بعدیش می‌خواستم از کمک شما استفاده کنم، چون من واقعا تخصصی ندارم تو این مرحله. حتما. پیام ببخشید بفرمایید. نه همین می‌خواستم بگم که در خدمتشون هستیم برای ادامه پرسش. صحبت خواهیم کرد در خدمت. ممنون. خواهش می‌کنم. آقای دشتی بفرمایید. سلام مجدد. من یک سال دیگه هم داشتم در موردی که من شنیده بودم که در این پروسه تکریزا ما میتونیم از گرانت های دولتی از حالا نم چقدر راسته چقدر داستان سرایی گفته بودن از 500,000 لیر تا 3 میلیون لیر گرانت های دولتی میدن. این یک توضیح در مورد این هم میتونید بدید؟ آقای اعظم پهلوان. 3 میلیون لیر من بیشتر از اینم فکر میکنم قابل اجرا باشه. در مورد این موضوع قاعدتا ما نمیتونیم اظهار نظر دقیقی بکنیم، ولی قانون مثلا 1711 تو بیتاک تا 20 میلیون لیر هم برای استارتاپ های نوپا صحبت میکنه. اینی که پروژه شما آیا دقیقاً قابلیت این موضوع رو داره یا نه یه بحث دیگه است، ولی بیشتر از این حرف است. فرید جان یکی رو من نمیتونم اکسپت کنم، در واتساپ بهم پیام دادن، شما زحمتشو میکشید شاید من نتونم. آقای مهدی بودن اگه اشتباه نکنم، من اکسپت کردم. بله. خب وقتی من یک سال دیگه هم داشتم برای اینکه گفتم یک جلسه خصوصی تر باشه که بشه بیشتر راجع به کار توضیح داد، اینو بعد چجوری هماهنگ بکنیم؟ در واتساپ در خدمتتون هستیم. اگر فرید جان اگر امکان داره ببرید دوباره روی اسلاید آخر، اگر هم ندارید شماره رو بنویسید ما در خدمتتون. بسیار ممنونم. از اینجا میتونید فقط معرفی بفرمایید ما در خدمتتون. آقای علی زبردستی در خدمتتون هستیم.
سلام، وقت بخیر. وقت شما هم بخیر. جلسه مفیدی که داشتیم. 2 تا سوال داشتم خدمت شما. یکی بله. در مورد موضوع سرمایه گذاری هست. اینی که تو چه مرحله‌ای، یعنی بعد پذیرفته شدن تو اون طرح داوری هست یا بعد ثبت شرکت هست که طرح‌ها قابلیت ارائه به سرمایه گذار رو داره؟ بهتره که بعد از پروسه‌تون که تکمیل شد این کار رو انجام بدین، چون وقتی شما خودتون رو به عنوان یک پروژه یا یک شرکتی که تحت برنامه تک‌ویزا اومده داره اقدام میکنه، تاثیر خیلی مثبتی داره تو گرفتن سرمایه. به نظر من، نظر شخصی مینه، به نظر من بعد از پروسه‌تون این کار رو انجام بدین. و یه سوال دیگه در مورد بحث هزینه‌های شرکت. البته دیتای من خیلی کامل نیست، ولی بررسی که انجام دادم وقتی که شرکت ثبت میشه، هزینه‌های ثبت بحث‌های مالیاتی و موارد دیگه‌ای که هست، یه هزینه‌های در واقع هزینه‌های باید پرداخت بشه. اینه که شرکت توی پارک مستقر باشه یا بیرون یا از مسیر تک‌ویزا اومده باشه، آیا این هزینه‌ها تفاوتی داره یا نه یکیه برای همه؟ ببینید، من قبلا هم اشاره کردم هر تکنوپارک شرایطش با هم فرق میکنه، ظرفیت پذیرششون فرق میکنه. یه موقعی هست ممکنه شما استقرارتون توی تکنوپارک هزینهش از این که بیرون شما خودتون دفتر بزنید بیشتر میشه. مثلا یک دوستانی هستن که شرکتشون رو ویرچوال آفیس ثبت میکنن، آفیس مجازی میگیرن، صرفا یه آدرس، حالا یه کارگوییه که بساشون رو دریافت میکنن و از طریق اون آدرس شرکت ثبت میکنن، اصلا احتیاج به دفتر یا حضور ندارن. شما وقتی تو تکنوپارک هستید، ظرفیت مهمه، شرط حضور هست و اینکه اگر ظرفیت اون فضا اشتراکی تو تکنوپارک نباشه، به شما میگن که میتونید آفیس بگیرید اینجا. اون آفیس گرفتن هزینه داره و اینکه صرفا بگیم تکنوپارک ها همه چیش رایگانه، نه، واقعا اینطور نیست. فقط یه نکته هست، اگر شما شرکتتون رو بیرون از تکنوپارک ثبت کنید، دیگه معافیت مالیاتی نیستید، بیمه‌تون رو کامل باید پرداخت کنید و دیگه مسئولیت همه چیز با خودتون هست. این خیلی شخصی هست، پروژه‌ای هست، یعنی اصلا نمیشه گفتش که داخل تکنوپارک بهتره یا خارج تکنوپارک بهتره. این به خیلی چیزهای در واقع وابستگی داره و خیلی آینده رو باید در نظر گرفت. یعنی فقط به اون زمان فکر نکنید. یه زمانی هست که یکی میگه من اگه داخل تکنوپارک باشم بیمم نصف میشه، مثلا فرض بر این که 50% از هزینه میزم میدم. من یکی از تکنوپارک‌های در واقع استانبول میشناسم که 5000 تا 3 سال اول میگیره، میز اشتراکی هم میده، اتاق خصوصی هم نداره. در هر صورت هر کی بره داخلش 5000 تا رو باید بده. حالا میتونید تیمتون سولو باشه یا 3 نفره باشید. همه اینها خیلی خیلی بسته به پروژه و آینده پروژه‌تون داره. تکنوپارک‌ها معمولاً اینجا وصل به دانشگاه‌های ترکیه و دانشگاه‌های اتحادیه اروپا. من با چند تاشون در ارتباطم که همشون با اتحادیه اروپا در ارتباطم. مثلا این ارتباط مستقیم وجود داره و افراد میتونن در واقع تقاضا بدن بعد از یه مدتی بررسی بشه از طریق اتحادیه اروپا و مسائل دیگه. حتما در مورد این مسائل به صورت شخصی و پروژه‌ای با ما صحبت کنید. آقای مسلم زاده بفرمایید. اگر هم پیام دادین اجازه بدین. بعد از ظرف اجازه کار 3 ساله فرضاً من کل پروسه رو بیخیال باشم و هیچ چیزی رو پیش نبرم، اقامتم تا 3 سال همچنان سرجاش هست یا باطل میشه. ببینید شما وقتی شرکت ثبت میکنید، هزینه حسابدار رو که هر ماه باید بدید، اونو نمیتونید ندید. اگر تراکنش نداشته باشید تقریبا 2-3 هزار لیره هزینه‌های ماهیانه شرکتتون هست، همون کاری که حسابدار انجام میده برای کادر و تکس و اینا. اگر که اینا رو انجام بدید شرکتتون اکتیو بمونه مشکلی پیش نمیاد. بیمه‌تون هم باید پرداخت کنید. اگر نخواید تمدید کنید که میتونید مثلا بیمه‌تون رو حالا دیرتر پرداخت کنید، قسطی پرداخت کنید. ولی اگه قصد دارید تمدید کنید بعد از 3 سال، به نظر من همه اینا رو درست و درمون باید انجام بدید. من این صحبت رو قبلش هم کردم، دوباره تاکید میکنم. در حال حاضر کنترل خیلی زیادی روی این موضوع برای کسایی که خارج از تکنوپارک هستن انجام نمیشه. ولی ما اصلا نمیتونیم این موضوع رو تایید کنیم که یه ماه دیگه یا یه سال دیگه روال به همین شکل باشه و اصلا منطق چنین چیزی رو نمیپذیره. اگه صرفاً برای این موضوع که میخواین اقامتی داشته باشید پروژه رو بیخیال شید، ما این شما توصیه نمی‌کنیم. حتما باید پروژه
روش کار بشه. آره واقعا اصلا اقامتی نگاه نکنید دوستان به این برنامه تک ویزا. خب دوستان کسی سوال داره؟ من 2 تا دست بالا میبینم. جناب دشتی. سوال جدید دارین آقای دشتی یا از قبل بوده؟ دوستان اگر کسی سوال داره توی چت نه من بنویسید. دستم از قبل مونده بود ببخشید. آقای خواهش. مسلم زاده هست همینطور اگه اشتباه نکنم دستشون. من مسلم زدم که سوالشون رو پرسیدن توی چت. دوستان اگه سوال جدیدی دارید یا اگر مسئله‌ای هست که دوست دارید در موردش صحبت بشه ما در خدمتتون. آقای زبردستی سوالی دارید ما در خدمتتون هستیم. اگر نه کم کم میتونیم جلسه رو تموم کنیم. اجازه بدید سوال پرسیدم. کل پرسه چقدر طول میکشه؟ ببینید از 4 ماه تا 6 ماه شما باید در نظر بگیرید. یکی از دوستان بود بهش گفته بودن که بیاد 40 روزه ما براتون میگیریم، ولی تو 40 روز صرفا فقط اون تاییدیه اولیه رو میتونین بگیرین. ولی اگه پرسه رو بخواین کامل دقیق انجام شما بین 4 تا 6 ماه در نظر بگیرید، چون یه موقع میاد یه جایی از پرسه یه گیری پیش میاد، یه مدرکی لازمه مثلا چون از ایران براتون ارسال بشه، یه بازه‌ای تأخیر بخوره. ما معمولا میگیم 4 تا 6 ماه که تو این 6 ماه با خیلی راحت پرسه‌تون انجام میشه. خب دوستان عزیز اگر سوالی داریم بپرسین، اگر نه میتونیم جلسه رو تموم کنیم. چه طرح‌های سودآوری سراغ داریم؟ خیلی سوالتون کلیه، یعنی منظورتون شخصی ایشون هم داره که اصلا تحصیلاتتون چیه، چه چیزی مد نظر. من فکر میکنم این رو در واقع در واتساپ بپرسید. ما پروژه آماده همین الان داریم که دوستان بخوام بهش اضافه بشن خدمت شما عرض کنم که، ولی خب باز هم میگم باید مرتبط باشه. پرسیدن که اگر در طی 3 سال پروژه به نتیجه‌ای نرسیم، مثلا به تولید محصول نرسیم، برای تمدید ویزا به مشکل می‌خوریم. ببین اگر صرفاً محصول آماده نباشه، شاید اگر بتونید اون فعالیت خوبتون رو نشون بدید شاید مشکلی پیش نیاد. منتها ولی واقعا 3 سال زمان زیادی که یه محصول، حالا بستگی به پروژهتون داره من قضاوت نمی‌کنم، ولی به نظر من تو 3 سال باید مدارکی داشته باشید که فعالیتتون رو نشون بده. اگر تراکنش‌هایی دارین تراکنشاتون رو نشون بدین. بالاخره یه ارزیابی قطعاً بعد از 3 سال انجام میشه. اینو در نظر داشته باشید. دوستان سوال خواهش میکنم. نوع شرکتی که برای درآمد تک ویزا باز می‌کنه باید مختص تک ویزا باشه یا هر نوع شرکتی میشه؟ ببینید نوع شرکت معمولا دوستانی که شروع میکنن بستگی به فعالیتشون داره. یا شرکت لیمیتد باز میکنن یا شرکت سهامی. به نظر من اگر پروژهتون کوچیکه، بیزینستون کوچیکه، فعلا با شرکت لیمیتد شروع کنید و ادامه بدین پروسه‌تون رو. اینجوریه که وقتی میگیم شرکت تحت برنامه تک ویزاه، یعنی یه جا از پروسه ممکنه اداره کار به شما بگه شما از کجا بدونم برنامه‌تون تحت تک ویزاه؟ به خاطر همین داستان یه نامه‌ای معمولا میشه از تک ویزا گرفت که اینو ثابت کنه. به خاطر این میگم شرکتتون از ابتدا باید تحت برنامه تک ویزا باشه. اگر شرکت تک ویزا نباشه بعداً توی پروسه به مشکل می‌خوره. ببخشید آیا در شهرهای دیگه‌ای مثل سامسونگ هم میشه اقدام کرد؟ اصلا هیچ محدودیتی نداره برای جایی که هستین اقدام کنید. اونطور اگر اونجایی که مد نظرتون هست، اگه قصد تو تکنوپارک باشین، بله میتونید اونجا مثلا برای اون تکنوپارک درخواست بدید. اگر هم آفیس مجازی یا خودتون دفتر میخواین بزنین که بله همون شهری که هستین این خدمات فکر میکنم وجود داشته باشه. من یه بحثی رو اضافه کنم. من چند وقت پیش با یکی از عزیزان توی یه در واقع گردهمایی ایرانیان بودم که اصلا ربطی به این موضوع نداشت. من به عنوان کارم اونجا نرفته بودم. یه دوستی اونجا بودن که خب منو میشناختن، یا آقایی رو من معرفی کردن که ایشون تو مسیر در واقع استارتاپ ترکیه دارن فعالیت میکنن برای خودشون، یعنی می‌خواستن بگیرن. یکی از این به اصطلاح مؤسسات نماها بهشون گفته بود که ایشون
اون قسمت سابمیت رو انجام داده بودم مثل همین دوستمون که گفتن یه ایمیلی دریافت کردم که $100 تو واریز کن تا جلسه دفاعات مشخص بود. اون رو از تکنوپارک آنتالیا دریافت کرده بودم و به ایشون گفته بودن که بیا ما کارتو درست میکنیم، از آنتالیا میاریمت بیرون، بیا میبریمت فلان جای استانبول و تو دفاعت اونجا انجام بده. این مثل اینه که مثلا تو جلسه کنکور شما یه جایی افتاده باشید توی یه آدرسی، بعد یکی برگرده به شما بگه که بیا من میبرمت یه آدرس دیگه، اونجا بده تقلبم میدیم. تو از این چیزا لطفاً بر اساس منطق فکر کنید و از این مسائل دست بکشید. تکنوپارکی که برای بررسی تکنیکال پروژه شما مشخص میشه، یه چیز در واقع رندومی که از طرف وزارت صنعت و این مؤسسات مشخص میشه، اصلا دست هیچ کس نیست که بخواد این کارا رو انجام بده. لطفاً دقت کنید. پرسیدن که من یکم دیر وارد جلسه شدم، در ترکیه همانند کشور اروپایی و آمریکا آیا شانسی برای دریافت فاند برای یک پروژه واقعی که در مرحله MVP است وجود دارد؟ بله، چرا نباشه. شما حتی اصلا از اروپا فاند بگیرید، اصلا از ترکیه فاند نگیرید. یعنی محدود نیستید به اینکه حتما از ترکیه فاند بگیرید. اگر پروژهتون خوب باشه، نوآوری داشته باشه، حتما میتونید این کار کنید. یه نکته خوبی هم من بگم در مورد فاند گرفتن. توی ترکیه ایونت های خوبی برگزار میشه تو حوزه تکنولوژی. مثلا پارسال یکی از ایونت هایی که ما خودمون اونجا غرفه داشتیم ایونت تیک آف استانبول بود. خود تک ویزا یعنی اینجوری بود که شما باید شرکت کنید تو این برنامه، به خاطر اینکه ما جزء اولین تیمایی بودیم که اقدام کردیم و ما اونجا غرفه داشتیم، مسئولین اومدن، حتی از کشورهای دیگه سرمایه گذار می اومد، دونه دونه غرفه ها رو چک میکردن، اگر پروژه‌ای به چشمشون خوب می اومد اطلاعات تماس می گرفتن. یعنی حضور در این ایونت های تکنولوژی به نظر من خیلی تاثیر مثبتی داره برای فاند گرفتن. سوال بعدی رو با اجازهتون من جواب بدم. پرسیدید که اگر ابتداشو داخل تکنوپارک در واقع اقدام بشه، اگر منظورتون اینه که پروژه داخل تکنوپارک ابتدا لانچ بشه و بعد بخواید تغییر بدید، این تغییرات قابل انجامه. یعنی شما میتونید در ابتدا آفیسی در بیرون تکنوپارک ها داشته باشید، بعد اضافه بشید و یا برعکسش داخل تکنوپارک باشید و بیاید بیرون، یا حتی هر جایی که هستید آدرس هاتون رو عوض کنید. فقط چیزی که وجود داره در حال حاضر اگه اشتباه نکنم فرید جان 33,000 لیره، درسته؟ 33,000 هزینه تغییر آدرس یا هر تغییری در شرکتتون هست. یعنی شما اگر مبلغ 33 دقیق نیست، ولی یه بازه شما از 20 تا 30 در نظر بگیرید. بعضی موقع شاید بیشتر، یهو مثلا یه حسابدار میگه من با یه مبلغ بیشتر این کارو انجام میدم، یه حسابدار نه منصفه با مبلغ کمتر. یه سری هم هزینه‌های دولتی از تغییر روزنامه رسمی، تغییر اساسنامه شرکت هست، اینا باید در نظر گرفته شه. بعد یه چیزی شما با تکنوپارک قرارداد می‌بندید، باید بتونید اون قرارداد رو حالا هر جوری که هست لغو کنید برای اینکه بخواید از تکنوپارک بیاید. امکانش وجود داره ولی خب میشه. آقای دشتی اگر صحبتی دارین بفرمایید. سلامت باشید. من یک سوال که وقتی ما پروژه رو جلو میبریم و خب مثلا در نهایت به یک محصولی میرسیم، یعنی کار رو واقعا جلو میبریم، در آن صورت ما بعد این محصول حتما در ترکیه باشه، یعنی به دولت ترکیه بعد مالیاتی پرداخت بکنیم؟ آیا اجباری داریم که حتما مثلا تو ترکیه فروش بره؟ آیا مثلا متوجه سوالم رو میتونم خوب بیان بکنم یا نه؟ ببینید یکی از علتایی که پروژه شما تایید میشه اینه که بتونید به بیرون از ترکیه بفروشید. حالا اگر محصول، اگر سرویس دیجیتال، هر چی که هست، اصلا دولت خوشحال میشه شما بیرون از ترکیه بفروشید. و شما زمانی که شرکتتون توی تکنوپارک ثبت باشه، مخصوصا اگر کارتون نرم افزاری باشه، معافیت مالیاتی خیلی خوبی دارید. یعنی به طور کلی شرکت‌ها توی این بخش، یعنی شرکت‌های استارتاپی معافیت مالیاتی دارند، چه در زمینه صادرات یعنی فروش از داخل ترکیه به بیرون، چه در زمینه واردات، چه در زمینه مواد اولیه واردات و صادرات و محصول. چیزی که شما فرمودید، شما در پروسه معمولتون تعهدی به این موضوع ندارید. زمان دفاعتون باید بتونید در واقع اثبات کنید که آورده‌ای برای کشور ترکیه خواهید داشت، که عرض کردم اینا جزء چیزایی که ما ترینتون می‌کنیم سرش. اما
اگر بخواید فاند گرانت دولتی استفاده کنید، مثل این موضوعی که شما بخواید از سرمایه گذار خارج طرح استفاده کنید، همونطوری بهش فکر کنید. شما اون موقع متعهد میشید که فروش اون محصولتون رو از داخل ترکیه انجام بدید. یعنی اون محصول در نهایت از اینجا به داخل ترکیه یا از داخل ترکیه به خارج از ترکیه فروخته بشه. بسیار عالی. دوستان اگر کسی سوالی داره در خدمتتون هستیم. تقریبا ما تا 10 دقیقه دیگه زمان داریم. اگر تو این فاصله سوالی هست، چه توی چت چه به صورت صوتی یا تصویری، میتونید بپرسید. ما در خدمتتونیم اگر در واقع سوالی هست. آقای کشمیری بفهم. ببخشید من دوباره مزاحم میشم. من سوال نکردم، مزاحم خیلی نشدم. سعی کردم نشم. تقریبا فکر میکنم که تمام سوالایی که یک نفر میتونست داشته باشه رو به صورت جامع توضیح دادیم. ممنونم ازتون. فقط یک چیزی که شاید دغدغه شخصی من، حالا نمیدونم بچه‌ای که حالا شاید از خارج ترکیه بخوام بیان، بحث زبان هست. چون تجربه زندگی من اینجا با توجه به اینکه من خیلی شغلم خارج از منزل نبوده، من مراوده خیلی خاصی با ترک‌ها نداشتم، ولی خب با توجه به اینکه من الان یک ایده ای رو حدود 2 سال روش کار کردم و آماده لانچه، یکی از دغدغه‌هام اینه که آیا این کامیونیتی های استارتاپی که تو ترکیه هست، حالا مثلا یا مثلا آدم بخواد فاندری پیدا کنه، نمیدونم بخواد این شرکت هایی که به هر حال بهشون اشاره کردین ایده رو مثلا شاید خوششون بیاد، یا همین کامیونیتی هایی که فرمودین، آیا اونجاها این زبان انگلیسی مرسوم‌تر هست نسبت به حالا جاهای دیگه که من خیلی کم دیدم که خیلی علاقه‌ای داشته باشن به این قضیه؟ و یک نکته ریسک که حالا با سرچ هم شاید بشه، من تنبلی دارم میکنم، این قضیه مالی مشاوری که به صورت اجباری یک شرکت باید داشته باشه تو این قضیه پروسه تک ویزا هم هستش یا نه؟ خیلی ممنون. من اول یه توضیح بدم در مورد اینکه توی کامیونیتی های انگلیسی صحبت میشه. بله واقعا این من خودم از این موضوع خیلی خوشحالم، ولی تو سطح جامعه اگر شما بخواید در نظر بگیرید اصلا انگلیسی به کارتون نمیاد. واسه زندگی تو ترکیه اگر از ایران تشریف میارین حتما باید روی زبان ترکی کار کنین. من خودم یه مقدار مشکل دارم هنوز این بعد، منم مثل شما خیلی ارتباط نداشته پروژم با مردم، ولی توی کامیونیتی استارتاپی انگلیسی صحبت میکنن و مشکلی پیش نمیاد از این بابت. سوال دومتون رو ببخشید من فراموش کردم. مالی مشاور. مالی مشاور اوایل که این برنامه شروع شده بود، همونطور که می‌دونید آخر 2024 این برنامه تو فرودگاه استانبول معرفی شد. اوایل 2025 تا 6 ماه ساپورت مالی میکردن، خدمات حسابدار داشتن، خدمات مشاوره داشتن، ولی اونو کردنش 1 ماه. یعنی شما عملاً ندارید این شما نداشته حساب کنید این حمایت رو، چون 1 ماه واقعا چیزی نیست. اون موقع که 6 ماه بود منطقی بود، میگفتیم تا 6 ماه تا شرکت راه بیفته به یه جایی برسه بالاخره ساپورت میشد. ولی اگر شما تراکنش نداشته باشید در ماه، حسابدارهایی هستن که از ماهی 300 لیر تا 12,000 لیر شاید به بالاتر من شنیدم. زمانی که تراکنش نداشته باشید خیلی مبلغ بالایی نیست، ولی اگر تراکنشتون زیاد باشه، درآمد داشته باشید، فروش داشته باشید، اون موقع هزینه حسابداری هم یه مقدار بیشتر خواهد. جناب دشتی من یه چیزی رو اضافه کنم به طور کلی به صحبت شما. داشتن مالی مشاور برای هر فرم شرکتی در کشور ترکیه اجباریه. شما هر مدل شرکتی که داشته باشید، حتی اگر شخصی باشه، باید اون رو داشته باشید در هر صورت. جناب محسن پرسیدن آیا میشه برای تولید و فروش محصول وام گرفت؟ بستگی به تولید و خود محصولتون داره دیگه. یعنی خیلی سوالتون کلیه، ببخشید من نمیتونم خیلی دقیق راجبش بگم. اشاره کردیم به آفیس مجازی، در موردش بیشتر توضیح بدیم، چون برای کسایی که سولو دیولپر هستن نیاز زیادی به این آفیس های فیزیکی نیست. و آیا میشه به صورت مجازی شرکت رو پیش برد؟ بله. ببینید آفیس مجازی خیلی مرسومه. من خودم آفیس مجازی دارم.
من چرا آفیس مجازی گرفتم؟ بخاطر اینکه من داشتم تک نفره پیش می‌بردم استارتاپم و اون موقع هنوز شریک یا کارمند نداشتم، به خاطر همین دفتر لازم نداشتم. خب اینجا آفیس هایی هستن که آفیس های اشتراکی هستن اما خدمات آفیس مجازی هم دارم. براتون مثال بزنم، ورکینگتون هست، ای آفیس هست، کالکتیو هست. اما یه نکته ای هست، اگر میخواین آفیس مجازی بگیرین، من این نکته رو بگم که بعداً دچار هزینه‌های اضافی نشین. حتما چک کنید اون شعبه‌ای که شما میخواید آفیس مجازی بگیرین ملکشون مال خودشون باشه، چون اگر ملکشون اجاره‌ای باشه 1 سال دیگه 2 سال دیگه جابجا بشن شما هم آدرستون تغییر میکنه. حتما قبل از قرارداد بستن در مورد آفیس مجازی حتما بپرسید که ملکشون برای خودشون باشه. ببخشید فرید جان، من یه چیزی اضافه کنم. اینی که شما الان فرمودید در انتها که آیا میشه به صورت مجازی شرکت رو پیش برد، اگه منظورتون این هست که شما شرکتتون آدرسی نداشته باشه، نه نمیتونید این کارو بکنید. حتما شرکت باید یا آدرسی در آفیس مجازی، آفیس شخصی، آفیس عمومی، تکنوپارک، یه جایی شما باید آدرس این موضوع رو داشته باشید. اگر منظورتون این هست که آدرسی ثبت نشده باشه، نه نمیتونید این کارو بکنید. شاید منظورشون اینه که شرط حضور یا این لازمه به شرط حضور وقتی آدرس مجازی دارید دیگه مطرح نیست. شرط حضورتون زمانی که شما شرکتتون توی تکنوپارک ثبت باشه. ممنون از شما. خواهش میکنم آقای کشمیری. خانم رعنا پرسیدن که درصد ریجکت شدن نسبت به اکسپت شدن به چه صورت معمولا؟ درصد موفقیت به نظر من تا الان بالا بوده، اما میگم بستگی به پروژه‌تون، نحوه ارائه‌تون، مدارکی که ارائه میکنید، مدرک تحصیل مرتبط اگر داشته باشین خیلی کمک کننده است. ولی دوستانی بودن، برای مثال یکی از دوستان نزدیک ما خودش اقدام کرده بود تو حوزه پت شاپ بود نرم افزاری که ارائه داده بودن، ولی چون نوآوری نداشتن، چون خلاقیت نداشتن تو پروژهشون، ریجکت شدن متاسفانه. دوستان این پروسه فقط از لحظه‌ای که در واقع تایتل پروژه‌تون رو، ایده‌تون رو دارید سابمیت می‌کنید باید با دقت انجام بشه. یعنی این احتمال وجود داره که به دلیلی ریجکتی اتفاق بیفته تا زمانی که اداره کار تاییدیه مجوز کاری شما رو بده. یعنی صرفا بر این منوال نیست که بعد از تاییدیه گرفته شدن، بعد از اون مصاحبه آنلاین پروسه تموم شده باشه. همونطور که گفتم اون به نظرم 15% از مسیر هست. از اون به بعد که ریزه کاری داره، هر اشتباهی اونجا در نهایت ممکنه اداره کار ریجکتتون کنه. خب دوستان اگر سوالی دارید در خدمتتون هستیم، اگر نه که میتونیم جلسه رو به پایان برسونیم. سلامت باشید. خواهش می‌کنم. اگه با سوال ریزتری تخصصی تری مربوط به پروژه‌تون یا شخصی هست، مثل همیشه ما در واتساپ در خدمتتون هستیم، اینستاگرام هم همینطور، یوتیوب ما رو لطفاً دنبال کنید. ما در یوتیوب تلاش می‌کنیم که به تازگی فعال‌تر باشیم. ممنون میشم حمایتمون کنید. ممنون میشم ما رو به دوستان و آشنایانتون معرفی کنید و باز هم ممنون به خاطر همه الطافی که تا حالا به ما داشتید. مرسی دوستان از اینکه حضور داشتید در وبینار. خیلی خوشحالیم در خدمت شما بودیم. هر موقع هر سوالی داشتین ما در خدمتتون هستیم. خواهش میکنم. روز شما بخیر. خدا نگهدار.